عبدالشکور عبدالستار دکتر علم‌های فیلولوژی، منقد، ادبیاتشناس و شاعر تاجیک شب 23 مارت در سن 67 از عالم چشم پوشید. مراسم جنازه دانشمند شناخته ساعت 13 در مسجد مرکزی شهر دوشنبه دایر می شود. عبدالشکور عبدالستار 28 اپریل سال 1954 در شهر کانبادان به دنیا آمده. سال 1976 بخش عربی فاکولته شرقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. از سال 1994 در کافدرای تاریخ ادبیات تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت می نمود. عبدالشکور عبدالستار مؤلف زیاده از 300 مقاله و رساله های علمی عمومی آید به مسئله های ادبیات گذشته و معاصر تاجیک به چاپ رسانیده است. عبدالشکور عبدالستار با تخلص بیروز شعر هم ایجاد میکرد که در روزنامه و مجله ها به تب رسیدند.